جان بله بیا کاستا سوی رئیس امور کمک ببریم بوته را ببریم شاید دیدی قسمت شده اینجا محفل گرفتیم ها خب بیا که دونی فری بگیریم بگی ببریم خرچ بدن خیلی بینیم آفری یکی بعدی بده این چیه؟ بگو اینه برو سری چه بگو بده آو بگم خب تو از این آوردم همسرا کینه همال مونده بودن برو کینه کینه محمد بچه ما خوشته کی؟ بچه ما خوشته چی ماه؟ بچه برو بگو بیا بخیر برو یه الله سلام علیکم و علیکم السلام خوبی بکن جوری بخیر سلامتی همون خوب خیر خیره خیر خوش شده کوکو جان جان برو بفرمای گفتم این چی دیگه بم ردم پولا آمادم ردم 30,000 پولا زعفراناک هسته آقا جان میگفتم بریم پیش ما پولا بدم خدا برو رانوز که پولی به دست من نیامده دیگه هفته پیشم برای چی کاکا خوب گفتم اجی آقا شما که به دست ما آمد به سر اردو دیده من بیام برای شما تقدیم میکنم دیگه ولی دیگه با دوباره دیگه ری کردن به دنبال به نظر ما فکر نکنم دیگه چی باشه دیگه خوب یاد داشته باشه دختر خود نامزددار کرده ما خیلی پول داره ما خیلی چی ربطی داره برو خود بکردم نامزدداری دخترم پول دادن دیگه بالا گفتیم شاید شما پول داریم پول ما بریم والا آقا ما گفتم هر که دختر خود نامزددار کنه پولدار میشه پولدار خود دیگه شما آقا ما گفتم برو از ماما بگو که پولا ما بدم بریم خب من به شما میگم بریم لالا جان با آقا خوب بگیم گفتم نداریم چی ربطی داره کی گپ شما بالا میکنه بریم چیکار ما بریم برو یالا بگو نور برم خوی تمشه دیگه شما این هفته به هفته دیگه میگیم هفته دیگه ما آلکم شما پول داریم ما خو خبر شدیم که شما پول دار شدیم همین انمی خود گیلک بریم با 1 لک روپیه پول آوردیم بخونه از اینا دادیم برای از اینا خب پیشکش دختر چی ربطی داره برو خود بگردم به قرضمه شما فکر میکنیم ما دختر عروس میکنم خرج نمیکنم و خرج نمای اون محفل نمای همینجوری دارم کم میکنم خیلی میکنم که محفل رو بگیرم کم بزنم چی گپا میزنیم برو خوب بگردم شما دیگه باشه من پس به پیار خود زنگ میزنم خود اینا گپ زنگ بزنیم برو خوب بگردم چی واسه بقولم ما دختر عروس میکنیم خبر و سر محل میرسه که ما پیشکش گرفتیم خوب نبا بله بابا خوبیم بخیریم شکر بیامدم پیش مامایت گل آمدم بیامدم به دنبال پولا شما گفتیم برو بگو بز اینا حال اینا میگم که نداریم چه کار فلانش بله ها میگم نداره من خود اینا گپ زنیم سعی کنیم چی میگن چی میگن من آقا من خود اینا گپ بله کاکا سلام علیکم خوب جان شما جوره بخیریم سلامتیم بله کاکایمه آخه همون هفتم شما جلو مر دور دادیم گفتیم 30,000 پول زعفرانامو چکار شد آخه با شما گفتم که هنوز من زعفرانا رو باور کنیم هنوز من نفروختم همین 30,000 افغانی همین روز زمستون من از کجا پیدا کنم همین شما بگیم خود شما خبر دارین که به زیاد کشور مردم با هم ریخته دیگه فروشات نیه خریدی نیه من چیکار کنم بچه شما هم گفت که من که اعصاب ما خراب شد شما هم میگه پا خوربر میداره میزنه دختر عروس کردن من چی ربطی داره که من بیام دارم از پول پیشکش دختر خب اصلا کی به شما گفته که من پیشکش گرفتم غلط کرده گیلک بچگی بی عقل نگاه میکنیم پولی به کجا بوده پولی هم اگر باشه یه کاکا جون خیلی زیاد تو پیش نده پولی هم اگر باشه من محفل دختر ما بپیشه همر خرج میکنم هر وقت خدا برای ما داد زعفرانا خلاص شد چی؟ بچه شما اینجا بمونه
خب بمونم اینجا میتونه بس تا سال دیگه که زعفران به دست بیایه زیر پای سبز شد زعفران ها رو وردشته محصول شد پول شما میدم این چی گپیه بریم قربان شما پناه شما به خدا بریم برای خوب کردم بریم جگر رو برو بفرمایید بله قطع کردم بریم برای قربان کردم بریم من بفرمایید دیگه اینجا میشینم خب میشینی که چیکار شه پیلو هیچی دیگه تا پیلو نده من نمیرم پیار ما گفتم بشین اگه اینجا که مثل که من چاپ خونه پول دارم من زهره کبر دارم برای فعلا شما داریم دیگه نمیدیم پیلو ما دیگه کی دیگه وقتی که اینا هم خرج محفل بگیریم مصرف کنیم دیگه وقتی که خلاص شه چی بدیم لالا گل داخل خونه من احترام تور دارم این رقم گپ نزن من زیر راه کمی دی بخه بچه یالا بگو ببرنش لالا برو وقتی اصلا خراب نکن وقتی برو خور بگردم بو گفتم برای اینا تلفنی وقتی لالا جان وقتی چیکاره بابا وقتی به داخل خونه ما دیگه من نمیرم اینجا داخل خونه شخصی منه برو خوب بگم باشه انا فلان اینجا مر وادار نکن برو خور بگردم وقتی برو چیکاره ما وقتی هر وقتی که شما خود شما پول دادیم برای من از اینجا میرم ما پیشتیم تا خونه ما اومده زور میگه با قرآن خدا شده مردم چقدر بیچشم رو شدن به 30,000 افغانی سهر صدام رو بالا میکنم خدا بگم چه کار نکنه بیا مده بچه بیا کمی زمر شروع کنه بیا مثل که داره چی مردم پر رو شدن به خدا اصلا یک رز احترام یک رز حیام نمونده بری از اینا سهر خود بالا کردم تو که بگی همین خاکارم رو 2000 بگرفتی که بود پیش نوال شفتالو یا میده تنبلی میکنه نمیاید بیا گم بیا ندی از او ندی بیا اینجی کجا میری تو؟ بشی نگم همین خاکا ما با 2000 بگفتی 2000 کی ببوره این چیکار ببوره فرقان ببوره پیش نوال شفتالو تو هم اونجا تنبلی میکنی همین خلاص کنین با تو هم پول میده به من پول میده من نمیتونم خود تو ببوره اگه تو هم پول میده من جا میکنم این خلاص شد آخه من نمیتونم زمان نمیکشی برای پول سکو اگه بیای نه همین صاحب خوکا اگه بیای ما ببینیم که از بودم یه دو فوقو نبردیم پشیمون میشم دیگه برای شما کار نمیکنم من نمیتونم بابا لکامی همین زودی خلاص کنم بریم اگه من میفهمیدم خواهد چه میشه گلک هم میآوردم صد گونگ اینجا چه کار میکرد؟ مرغان لشکرتون باشه این
و کجایه تو مرغا تو اهلا اهلا تو سکوی مرغا من خفه کردن پنجشنبه گرگ از گنگ خدا بخیر گرگ از این بگیره که تو سکوی گرگ مرغک به پنجشنبه تو بیای بیا سیکو چه کاره؟ آنه گرگان مرغ من بخورده خفه کرده بمرد حالا آنه نمیبینی یا خرگوش من میته نکشته همین گرگ گم او رو خرگوش تو رو کشم همین گرگ کشته بودن از تو همین بکشتم مازی برم تو که بیامدم یک بار تیز دیدم گرگا گنگ بیلی شد تو بده گنگ جا کنگ بیای چی بگو من تو سعی کتیش تو مرغ گذارم بعد باشه برتا که اون روز بافته نمسد میخوری تخ مرغایی هم میه که تخ مرغ هم زدنم تو بکنی همه چپه دیگه من گردان من بعد من شاگر اینگه من مریم پیش تو مرغ من میخوری بابا چی آورده بابا این چکار تو بیامده گوهل گرگه تو مرغ من بخورده سگ تو بخورده این بخورده این سگ تو خورده هیچ نکنم چرا میخندی چه کی خندیدم برو سگ خور بینو که چی آورده بابا مثلا خرگوش از این همونت بخورده ساگ بینو که برای کار خود بابا خود من گوش نگی نیست بشیر ور میخزم و تو بابا اینجا من ساگ میاری مثلا این مرغک من خفه کرده این چکار کنه باله بابا بده به ساگ خود بابا برو ساگ از بده پنجشنبه چیکار کنم ساگ از این مثلا بیریم یک سو تو چیم من حالا بابا تو پاس که بردم مرگا تو سکنان سگ تو چه کار میکنم سلام علیکم و علیکم سلام بیایم خونه بسره بیایم نماید کار دارم بریم خونه خیلی عجم بیاره بود خوبه ساعت خوبه کوکو جان ما بسره خب بیایم خونه نه همینجا که کار دارم بگیم بیایم یک دقیقه بله گیلک چه نمی بخونه بله بیا بخونه بیا نماید کوکو جان یک دقیقه بیایم بله گیلک جان سلام خوبی بخیری سلامتی حالتون خوبه خوبه خیریت شکر فضل خدا الهی شکر جان سلامت باشی بیا بخونه بیا تو بگفتی سکیل بیرونه چه آن سکیل من استاده بیار با داخل بیارم نمایم من میرم خب جان
شتنه شکر کوکو جان. همه خوبیم دیگه همه خوبه من. یک سره یک سر خوبه. سلامت باشین زنده باشین جان این طرفا به کدوم طرفا بگم به طرف ما خیریته. خیلی خیلی زنده باشین انا گپ خور بزن دیگه. ها چرا که نه بگو. دویدش نه نمیدیم نمیدم بگو. انا مادر من به شما سلام میگفتم علیک السلام بزرگینا. پیار من به شما خیلی سلام میگفتم بزرگینا علیک السلام. انا گفتم که به من گفتن که تو برو انا خب چیز کو انا برو سعی کن کاکا جان خونه خاطر من دیشب خو دیدم من خو دیدم ارتینی خور خب خو دیدم ارتینی خور که ما به تر رستوران تیم هی انا مرتکه مینو غذا میاره خب مینو غذا میاره ما مینوال خوش میکنیم انا خود هم نون میخوریم انا اونجا چای میخوریم. حالی تو خو دیدی چی ربطی داره که تو حالی باز اومدی بدم خونه ما؟ نه ما با پیش مادر خود به گریه شدم گفتم اگه خسرو جان ما خیلی آدم شریف و گلی هم خداوند اینا رو به دنیا خار نکنه انا من اگه نوزبات من بگذارین که نه من لیلا خود خوب برم من یک دفعه میریم ما به رستوران کمی غذا نون میخوریم چای میخوریم پس زودی میاییم. پس زودی میایی؟ بله حتما. گردنم بند باشه اگه لنگم بسته کنم فقط یک بار یاد تو باشه باز آموخته نشی باز با دفعه دیگه و دفعه سیمه بگه والا مزه داد. نه فهمیده شد؟ ها برو بگو که آماده شه. چی اومده شه؟ خوشی من نمایه خوشی به خاطر جانمشه. نوزاد تو نوزاد من خداوند کاکا جان به خیر خوشی خوب هر چی که رزی به دل من هست خدا به شما بده. خب گلک جان خودت هم بیا برو از خوشو هم خبری بگی خودی هم بده باشه بده خب ببشیم بیا خیر بینید سلامت باشه. گلک جان اول به خدا مسپرم دیوم به تو تیز نمیری نه دیر نمیایی نه آفرین بیا بشیم بیا بره شما به سلامت محکم بگی خود محکم بگی بره خداحافظ سلام علیکم. سفارش چیزی داریم ما خدمت باشید. بله چای هم با ما بیاره از اون سنجبیت هم بیاره. چای سرد بخواید چای سیاه؟ سیاه. خیلی. خیلی. چیزی به کار بیارم شما. سلامت باشیم تشکر. سلام. تشکر.